سلام علیکم دوستانی قدردانم، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم که همه‌تان خوب و سلامت هستید. خواستم که مکرون آش با راه آسان تیار کنم. با ما محصولات لازمه 400 گرم مکرونی ورمیشه، چی نمود مکرونی که نباشد، یک دانه پیاز، یک دانه چسناک، یک کیلو 200 گرم سبزی، کمی نمک، یک استکان روغن رستنی، کمی گوشت. ما اول مکرون رو با یک قاشق روغن کم ترک بریون میکنیم. ما یک قاشق روغن انداختیم، مکرون رو هم انداختیم. حاضر ما سرخ میکنیم. همه مکرون ها باید سرخ شوند تا که وقتی که ما دم میپرداییم بعد از دم پرداختن شیله نشود، خیلی چه میگم شیردار نشه، مکرون شیردار نشه، رنگ شیله بری. ما پخته میستیم تا که همه سرخ شود. پخته نیستیم سخته میرسه. مکرون آش شیله بری نمیشه. روغن رو انداختیم. اول پیاز رو می اندازیم. هر شخص هر خیلی میکنه. اول گوشت یا پیاز. من اول پیاز رو انداختم تا سرخ شدن پیاز رو میریستیم. بسیاری ها در مکرونات پیاز نمی‌اندازیم. همین طرف پیازمون رو سرخ کردیم. حاضر گوشت می‌اندازیم. و کمی نمک می‌اندازیم تا که با لذت شود گوشتمون. تا سرخ شدن گوشت می‌رسیم. بعد سبزی رو می‌اندازیم. خوب سرخ می‌کنیم گوشت رو رنگ پیازمون. بعد سبزی رو می‌اندازیم. پیازا آفتابا می‌رود در آب. خوب پیازا رو نکنیم. من همین طور گوشتمون رو سرخ کردیم. اکنون سبزی رو می‌اندازیم. کمی دیگه نمک می‌پرسه در بالای سبزی تا که با لذت‌تر شود. 5-7 مینوت سبزی را بیرون میکنیم، زیادی بد نیست. انا همین خیلی سبزیمون بیرون شد. حاضر تا محصولاتمون پوشاندن آب میاندازیم. آب گرم
آبی جوش آمدگی یا اینکه آبی خنک فرقش نیست. من آبی جوش آمدگی می‌آورم. می‌جوشانم تا آبش کم شده نمار می‌جوشانم و چسناک رو هم می‌اندازم. کسی که خواهد چسناک اندازد، کسی که نخواهد این است به خودتون وابستگی دارد. چسناک باشد باز هم بلندتر میشد. حاضر تا جوشیدن آبش ما سالاد سبزیگی تیار میکنیم. برای سالاد سبزیگی با ما محصولات لازم است 3 دانه سبزی، نه اونقدر کلان و نه اونقدر میده سبزی گرفتم. 3 دانه چسناک، 2 قاشق روغن رستنی، 1 قاشق اکسوس، کمی نمک، کمی دیگر مرچ سرخ که خواهد مرچ سرخ باز بلذت‌تر می شود. و از ما سبزی رو با سبزوات ریزه کنک میده میکنیم با نمی دندانچه هایش تا که درازی خشک‌تر آید. از ما میده میکنیم. همین طور سبزی رو ما میده کردیم. از روغن رو میاندازیم. اکسوس رو هم میاندازیم و مرچ و نمک رو. چسناک رو میده کرده میاندازیم. من همینطور همه محصولات رو انداختم. ناز میکوبیم. از من دستم در تلفن ناز کوفته نمیتونم. همه خیلی محصولات رو آمیخته کردیم. از سبزی رو یا اینکه بالاش میپوشانیم و یکم پاکت یا اینکه در درونی پاکت میگیریم. از من بالاش میپوشانم با پاکت و در خلادیرک میمونم تا آشمون تیار شدنش. بینید که خیلی جوشیده سوده است. البته که نمک را میچشیم در وقت جوشیدنش تا که به نمک بد نجوشد. کمتر نمک آمیخته میکنیم تا که به نمک بد است. بسیاری ها چسناک در دم انداختنش میموند، اما میخوام کمتر بیرون شود. همون چسناک کمتر پزه هم بوشم میرود. اونقدر بوی تزش نمیمونه وقتی که در آب جوشانیم هم باید محصولات رو. تا آبش کم شدنش ما میجوشانیم. یکی شیره دار هست. چقدر همه آب شیره دار یا همه آبی آش چی نمود آش باشد، آش برنجی یا اینکه آش مکرونی، همه آب شیره دار بیاید خیلی بلذت میشه. از خاطر نبریم و نگفته نمونم که ما روزی اول است که ما بیمارخانه جواب شدیم. خدا شکر جواب دادن. عبدالله جان نه سلامتیش خوب شد. انا میبینید خیلی آبش جوشیده کم شده دید. از این ما نمکش میچشیم تا که به نمک نباشد. مکرونش کمتر شکر میکنیم. از این نمک دیگر نمک میپرسیم. صورت بیاد باز خوشخور میشه.
سبزی ما آبیگاد نشده دیگه سنتی خیلی پیازا گم شد نه ترسی یا پیازا هم قدر میکنه بیریان کنه نه اون قدره که سیاهی بد شود و تا حد امکان بیریان میکنه تا که رنگ آش زیباتر آید ما مکرون نمیپرتیم قدر آبش کم باشه همون قدر شون میبید همین مکرونی بریشیم قدرم نمیمونیم بجوشد از 5 minut هم کمتر بجوشونیم دم میپرتیم کوشش کنه آبش ای بالای مکرون یا یکی شیله بشه البته که ما زیره میاندازیم کمتر ها در بالای مکرون زیره میپرتویم میده کرده میپرتویم اما که دیگر دم انداختنش ده میمونه از 5 minut کم بشه از خاطر نبره انا بینید که آبش تمام شد حاضر ما کم کم زیره می اندازیم و دم میپرتویم برای چی من زیره در بالای مکرون پرتوفتم برایم که آبش دمه پرتوی بوی آش نمیشه بعد مزه سبزی میشه جمعه میشه با فکر من همیشه هر کس خیلی با طعم خودش میکنه از همین خاطر من هم آشی بریجیه هم مکروناشه زیرشه در بالاش میپرتم یا بالای مکرون یا بالای برنج از این ناز دم میپرتیم یک دسته نمیتوانم انا همش جمع کردیم از یک دم میپرتیم سوریا با لگن دم میپرتویم با پکه دم میپرتویم من هم بازی با پکه دم میپرتویم البته که بالاش تگی گاز مونه تگی دیگ مونه پس میکنیم پس سکر میمونیم یا 10 minut بعد از 10 minut میکشیم و 15 دقیقه دیگه میسته این آشمون 25 20 دقیقه دم میپرتویم همین قدر نقص که همین میشه همشه نقص بشامیم با پکت البته تگی بگمون رو پس میکنیم دم میپرتویم مدت 20 یا 25 دقیقه آش ما دم گرفت از این ما میکشیم آش انا همین طور آش ما آماده شد سالت رو بینید چه خیلی اشتیاور میتوبد همه خیلی بوش بر آمده که انا آش ما خیلی سیاه میتوبه خیلی سیاهی بد نیست ای پیش بینی این در تلفن خیلی سیاهی بد میتوبه به خاطری که داده عمر هم خیلی آشی هم خیلی رنگش تاریک نفس میبینه به همه خاطر من کوشش میکنم که رنگش تاریک بیاد سبزی دار بیاد مرجان سبزی بسیار نفس میبینه شما میتوانید سبزی پیازش کم بیرون کنه خیلی سرنگ بد نمیبیاد زرچه تاب میبیاد من
و شما توصیه میدیم که تیار کنید با خانواده های خود، با یار و نزدیکان خود. مکرونی ورمیشل به حد نرسد که ای مکرون هایی که دراز اسپاگتی به خیلی من همین مکرونی ورمیشل آسان تیار کنه که هم شیره نمیشد. در همین جا با شما خیر خوش میکنم. خیر تا ویدیوهای آینده. ابونه شدن و لایک موندن را از خاطر نبراره. باقی در امان الله باشید.